کوسی ساگاوا، هوناشامی که به اعدام و حبس محکوم نشد و به مرگ تبدیل. هوناشامی در ژاپن بود که توی خانواده ثروتمند بزرگ شد که به زنان غربی قد بلند وسواس داشت. زمانی راز آن فاش شد که در خیابان به یک زن آلمانی مقیم ژاپن حمله کرد و تکیه‌ای از گوشت آن را کند و خورد. به فرانسه رفت. آن با شلیک یک گلوله سمت گردن یک زن آن را تا مدت 2 روز داشت تغذیه می‌کرد.